همونجور که ما توی ایران یه سری قوانین داریم برای نشر و انتشار موسیقی، توی هر کشوری و همه جای دنیا همچین قواعدی رو دارن. استانبول پایتخت کشور ترکیه یه مقصد مهمی بوده برای هنرمندا. خیلی‌ها رفتن از ایران، رفتن اونجا که فعالیت بکنن، اما هیچ وقت هیچ کس نپرسید چرا اونایی که از ایران رفتن نتونستن اونجا رسمی بشن و رسمی کار بکنن. قطعاتی که توی استودیوهای ترکیه ضبط میشه و پالایش یا میکس و مسترینگ میشه چرا اونجا پخش نمیشه؟ یعنی به صورت رسمی توی مارکت موسیقی ترکیه پخش نمیشه. امروز میخوام این سوالا رو جواب بدیم. میخوام مثلا نگاه بکنیم که چرا این قضیه هست و تا حالا چرا ما انقدر جزئی نگاه نکرده بودیم که مارکت ترکیه اصلا داره چجوری فعالیت میکنه و هنرمندا توی اون کشور دارن چیکار میکنن. با من عطا رضایی همراه باشید تا در دقایق آتی بررسی دقیقی بر روال اخذ مجوزها برای قطعات موسیقی داشته باشیم. ببینید، ما نهادهای مسئول مجوز داریم در ترکیه. 3 تا نهاد مسئول مجوز داریم، بعد که اینا خودشون مجوز دادنشون یه سری زیرشاخه ها داره و قصه ها داره. اولی MSGه، دومی مویاپه، سومی یاینشیلار بیرلیگی نداره بیرلیگی. MSG همون کار کپی رایت رو انجام میده، یعنی ثبت کپی رایت رو انجام میده و اونجا مجوزای کارش نظارت بر حقوق مادی و معنوی آثاره. خب اونجا اول اینم من تو پرانتز بگم 4 تا مجوز پخش داریم: مجوز پخش دیجیتال، مجوز پخش فیزیکی، مجوز پخش برای رسانه ملی، مجوز پخش برای رسانه عمومی. دومین عرض کردم از نهادهای مسئول مجوز مویاپه. مویاپ کارش اصلا یه اتحادیه است، بیشتر اتحادیه تولید کنندگان موسیقی و آثار شنیداری. ما اینو همچین چیزی هم داریم، آثار شنیداری رو ما تو ایران داریم، اما اونجا کارشون نظارت بر تولید، توزیع، پخشه. نهاد سوم مسئول مجوز همون یاینشیلار بیرلیگی میشه که کارش مجوز دادن برای انتشار محتوا توی رسانه ملی و رسانه عمومی. میریم سر وقت مراحل اخذ مجوز. اول ثبت اثره، دوم بررسی محتوای اثره، سوم صدور گواهی مجوز برای اثره، چهارم هم تایید نهایی توزیع اثره. توی ثبت اثر 5 تا مرحله داره. اولیش نسخه نهایی آهنگ و حالا که معیارهای خودش داره، سرویس داره باشه یا اینا، حالا این جزئیات داره کاری نداریم، اونو باید تحقیق کنیم. دوم مدارک هویتی تمام عوامل دخیل در تولید اون اثر، شاعر، ملودی ساز، نمیدونم صداوردار، رسوی. دومیش متن کامل ترانه. اینجا جزئیات داره. یعنی چی؟ یعنی اگر ترانه حتی محلی هم باشه باید ترجمه بشه به زبون اصلی که تو همون ترکیه استانبولی باشه، به اون زبون ارائه داده بشه به همون شورای بررسیشون برای ثبت اثرشون. چهارمین مورد اینه که کاور آهنگ. اینا کاور آهنگ هم میخوان که آقا این آهنگ رو شما میخوای با چه کاوری پخشش بکنید. حالا ابعادشون کاری ندارم، اما کاور هم بررسی و تایید میشه. پنجم هم هزینه هاست که مثل فیشباریزی های ایران، اونجا هم هزینه ثبت اثر داری که از 100 لیر تا 500 لیره. این قیمت هم واسه همین 20-25 جدیده. مدت زمان بررسی این ثبت اثر هم تا این ثبت اثر میدونید دیگه کپی رایتش هم شامل میشه. 5 تا 15 روز هم هستش که این فرآیند هم انجام میشه. مرحله دوم مراحل اخذ مجوز انتشار بررسی محتوا بود. خود این باز بررسی محتوا هم 6 مورد داره. مورد یکیش رعایت قوانین فرهنگیه، دوش رعایت قوانین سیاسیه، 3 عدم محتوای حساس و مذهبیه، این مغایبات مذهبیه، 4میش استفاده از الفاظ رکیکه
پنجمیش عدم استفاده از محتوای برهنگی و غیر اخلاقی و این چیزا. ششمیش خاصه عدم وجود محتوای سیاسی حساس. این در زمان تعریف میشه، یعنی مثلا الان یه حزبیه اونا حساسه، اون موقع نباید باید یه حزبی. این ششمیه جای بازی داره. اما این هم هست، این بررسی محتوا شامل اینا میشه که اون شعر و ملودی و اینا هم همه چی اونجا بررسی میشه مجوز، که خود این فرآیندش هم 10 تا 30 روز کاری زمان میبره. بازم کلیات فرآیند به صورت آنلاین انجام میشه. سومین مرحله از بخش مجوزهای انتشار صدور گواهی مجوزه، یا همون بندرول هم بهش میگن، یعنی اونا بهش میگن بندرول اساسا. توی ترکیه هر آثاری چه اهم از فیزیکی یا دیجیتال نیاز به دریافت بندروله. ما برای هر کدومشون هم بندرول جدا داریم، یعنی آثار دیجیتال بندرولشون ارزون تره، آثار فیزیکی چون تعداد، یعنی مثلا سی دی باشه رو هر یه دونه بندرول خودشو داره، هزینه‌اش طبیعتاً گرونتره. خود این فرآیند بندرول هم هزینه‌اش از 50 لیر تا 200 لیر برای، حالا بسته به تعداد آثاری که دارید برای دریافت مجوز و اینا متفاوت هستش. تو مرحله چهارم تایید توزیع نهاییه. یعنی چی؟ یعنی یه سری توزیع کنندگان رسمی داره. یه اینجوری نیستش که مثلا اینجا مثل ایران سایت رب‌ها برای خودش، مثال میگم حالا قدیم ما میگفتن چیز داشته باشه مافیای پخش باشه، اون یکی مافیای پخش، از اینا نیستش. 2 تا دونه سازمان توزیع کننده آثارن که آثار ثبت شده و بندرول گرفته رو اینا منتشر میکنن. خب مثلا یکیش سی دی بیبیه، یکیش دیستروکیده، که این 2 تا توزیع کننده آثار بندرول دارن. یه دونه محلی هم دارن به اسم DMC. اینا برای آثار بندرولدار دیجیتاله، یعنی نسخه دانلودی و ایناست یا آنلاین گوش استریم و ایناست. اونی که بخواد سی دی یعنی فیزیکی چیز بکنه، جدای از اون باید با شرکتایی که همین چاپ و توزیع سی دی و اینا هستن قرارداد ببنده، که حالا اونم با شرکت‌های خاص خودشو داره و یه سازمان یافته، یعنی هر کسی نیستش. به طور کل نظارت خیلی زیاده. این اولین موضوع خیلی دقیق رصد و نظارت میشه. هیچ فرقی آنچنان با ایران به نظر من ایران خیلی بازتره یا بگم ولتره خیلی چیزاش. 2 اینکه فراینده، اما خیلی فرایند قانونمنده، یعنی زیاد نیاز به چیز نداره آشنا اونجا بزنه یه شرکت ثبت بکنه مؤسسه فرهنگی، این چیزا نه. همین چون آنلاین فرآیند میره کاغذبازی اینا نداره، خیلی چیزه. و هزینهش از ایران به طبع بیشتر هزینه اخذ مجوز، اما هزینه‌های پشت پرده که تو ایران بعضا پرداخت میشه 10 برابر اون هزینه است. و جدای از مضافه بر این که اونجا همه هزینه‌ها رو میده، در کار استریم میشه، حق پخش دارید، چه میدونم مدت‌ها از استریم میتونید درآمدزایی بکنید. تو ایران خب طبیعتاً نداریم، مثلا ما قانون کپی رایت تو ایران نداریم. یه نکته‌ای هم که هستش، اونجا آثاری که ثبت بشه تا 70 سال بعد از مرگ صاحب اثر باید منافع اون اثر به حالا به اون ناشرش یا خود اون نماینده اون صاحب اثر یا خود صاحب اثر برسه. بعد توی ایران تا 30 ساله. حالا قضاوتش با شما، اگه به نظرتون اونجا شرایط سخت‌تره بهم بگید، یا اگرم آسان‌تره فکر می‌کنید اونم باز بهم بگید، یا تجربه خودتون هم اگر دارید خوشحال میشم برامون به اشتراک بذارید و با هم در میون بذارید. به زودی زود می‌بینمتون.